امروز با شرافت استقلالیت جوانان و نورسان ما در هر بخش‌های خوجگی خلق کار و فعالیت دارند. این از آن شهادت می‌دهد که جوانان و نورسان امروز عهده‌برایند و جسور. ما دایر نورس بهرتون در این برنامه قصه میکنیم که دانا است، زیرک است و با معرفت. پس میخواهید معلومات مفصل گیرید. برنامه ما را پیگیری نمایید. معارف یکی از سمت‌های اساسی و افضلانه جامعه به حساب می‌رود. از همین لحاظ به افتخار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میان قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه زینه‌های تحصیلات و شهروندان کشور در سال 2019 زیر عنوان فروغ صبح دانایی آزمون جمهوریوی برگزار گردید. آزمون مذکور با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت ذهنی مردم و فرهنگ و خودآگاهی و خودشناسی ملی، آگاه نمودن جامعه، بای گرداندن ذخیره لغوی، تقویت معنویات ساکنان و انکشاف قابلیت ایجادی در میان قشرهای گوناگون جمهوری گذرانیده می شود. کتابی من در کجایی کند خواب، 100 زبان دارد کتاب، فقط ورا از لفگیل آهسته روی کف گیر. کشا تبسم کند، با تو تکلم کند. بشنو از نی چون حکایت می کند، و از جدایی ها شکایت می کند. کز نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. آرامی و آزادی و صلح و ثبات به جوانان و نورسان شرایط فراهم آورد که آنها در همه آزمون‌های جمهوریوی به یگان مانع اشتراک نمایند. یکی از این نورسان بنیاد رهنمو می باشد. بنیاد در لیسه رهنمو تحصیل می کند. او یکی از خوانندگان بالایقت این لیسه محسوب می یابد. آموزگاران وابسته به سطح دانش بنیاد با صمیمیت ابراز نظر می نمایند. بنیاد همیشه در پی آموزش است. البته برای به کمال رسیدن چنین طالب علمان صاحب لیاقت نقش عائله و دبستان مهم می باشد. طوری که همگان میدونیم آزمون فروغی صبحی دونایی در سطح جمهوری با اقدام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترممان امامعلی رحمان برگزار گردید و این در تمام کشور یک دستگیری یا که گویم همون طرفداری بسیار کلان را یافت و طوری که همه اشتراک کردن لیسه راهنمایی در این آزمون اشتراک نمود. آزمون یکی از آزمون‌های بسیار تکان دهنده جدی به حساب می رفت و اقدام نجیب خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی بود که باز میگیم برای با مطالعه، برای با ادب، برای با فرهنگ و تمدن خود برگشتنی مردم تاجیک، ملت تاجیک، نوابسته از سن و سال، نوابسته از جنسیت، نوابسته از کسب و کار بسیار فایده بزرگ رسانید. یکی از خوانندگان ما بنیاد رهنما توانست که صاحب ШохЧоиза همین آزمون گردد. سر موفقیت همین بنیاد رهنما در آن بود که او تمام نازکی های همین نظامنامه آزمون را به نظر گرفت. بنیاد در مکتب با همسنفانش دوست و مهربان است. آنها یکجا به درس می آیند و در لحظه های فارغ از درس نیز با هم هستند. موضوع صحبت آنها را کتاب تشکیل می دهد. به طفیل برگزاری آزمون فروغ صبح دانایی محبت کتابخوانی در دل من و همسبقانم دوچند افزود، می گوید بنیاد رهنما. شما دختری آتش مطالعه کردید؟ بله. قهرمانش نام کنید؟ قهرمان اساسی ترین این داستان فیروزه می باشد و بعد دلارام کنیز که بیبی وی بود. این چنین احمد جان مشکاب، عصا، غنی جان بای بچه، این چنین پدر وی استاد، مادرش صفیه. تشکر. نیکروی و نیکنام و نیک عنوان از تاجیک رهنما. درباره همین کمی حرف زنید. قرائت کنم بکی؟ بله. نیک روی و نیک نام و نیک عنوان است تاجیک، خوشدل و صاف و صمیمی و سخندان است تاجیک.
یک چمن به سی برگه و یک پاره ایمان است تاجیک. نکته اصلی فضیلت های انسان است تاجیک. مهربان و قدردان و راحتی جان است تاجیک. شما 4 درویش خوندید؟ بله. خواجه سگپرست کی بود؟ خواجه سگپرست که از شخصانی بود که وی در آخر عمرش بسیار ثروتمند می شود. بله. خواجه سگپرست میگفتن؟ برای آن که وی از بی‌وفایی و بی‌رحمی های برادرانش دیگر از آنها دلگزان شده بود و یک سگی که با وی از اول با وی وفادار مانده بود و تا آخر عمرش با وی کمک میکرد. بنابر گفته آموزگاران بنیاد در درس‌ها فعالانه اشتراک میکند و خواننده ذکی میباشد. بنیاد راهنما یکی از خوانندگان بسیار فعال ما است که خصوصا توجه ما رو بسیار کتاب خواندن او از همه با ادبیات جهانی شوق و ذوق زیاد داشتنش و بیشتر وقتی خالی خودش رو در کتابخوانی و وقتی که ما بسیار وقت مشاهده میکنیم حتی در وقتی تنفس ها در وقتی دمگیری و مشغول کتابخوانی است. من از این مثلا گرفتن شوخ‌جویزه در مثلا آزمون فروغ سوپخی دونایی بسیار زحمت زیاد کشیدن این خواننده رو میدونستم و باور داشتم که وی غالب این آزمون میگردد و برای لیسه و برای تمام اهل معارف یکی از خوانندگان فعال میباشد. شاگرد افتخاری ما بنیاد رهنما که در آزمون فروغ سوپخی دونایی سزاوار جای اول شدن باعث افتخاری ما استادان لیسه رهنما گردیدند. طوری که معلوم است از روی 4 نامیناسیا برآمد نموده سزاوار شوخ‌جویزه گردیدند. قهرمان ما ابراز داشت که او در این آزمون زیاده از 5000 مصرع شعر از اشعار ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک و خارج کشور مطالعه نموده است. در این آزمون او از 4 نامیناسیا برآمد کرده حدوداً 300 اثر بدیعی بچگانه داخل و خارج کشور را خوانده از بر کرده است. وقتی که من هنوز 4 سال داشتم مادرم به من خواندن کتاب‌ها را یاد بودن الفبای زبان تاجیکی را آموزانده بود و از همان وقت سر کرده من کوشش میکردم که کتاب‌های بچگانه را که در آن وقت برای ما حجمش به حد کلان میتافت آنها را مطالعه میکردم و همین خیل مطالعه آنها را شروع کرده و درجه آنها را بلند برداشتن گرفتم و آهسته آهسته توانستم که کتاب‌های زیادی را مطالعه نمایم و همین خیل یک فهرست کلانی از آنها برای من به پیش آمد. آشیان گرمی گذاری در بلندی ها گذار، در بلندی های کوهی سربلندی ما گذار. آسمان در گنبدی سبزش اگر جایت دهد، آشیانی فکر دوراندیش در آنجا گذار. دورتر پرواز کن از لانه از جایی بلند، تا که پروازی تو آید دوستداران را پسند. تا برویت چشم حیرت دوخته گوید وطن، ای خوشا گشت است فرزندی عزیزم ارجمند. بنیاد استاد اولین خود مادرش را می‌حسابد، چون که مادرش تا سن 4 سالگیش حرف و کتابخوانی را آموخته است. محض راهنمای مادر بود که او به خواندن کتاب‌های بچگانه مراغ پیدا می‌نماید. برای آمادگی من در این آزمون اساساً مادرمان کمک میکردند، زیرا آنها برای ما از همه اول نظامنامه را دسترس نمودند و ما توانستیم که از روی آن آمادگی بینیم و در این آزمون اشتراک کنیم. چنین می‌حسابم که اولین استاد من این مادرم میباشد. آموزگاران مؤسسه‌ای که بنیاد در آنجا تحصیل می‌کنند و شاگرد خود وابسته به مطالعه کتاب‌های بدیعی مشورت و مصلحت‌های مفید می‌دهند. او در حلقه آموزگاران خود را شخص خوشبخت و باسعادت می‌حسابد. همه دستاوردهای خود را به نتیجه راهنمایی آموزگاران نسبت می‌دهد. قهرمان برنامه ما تقریباً وقت خالگی ندارد. او با ما گفت هنگام فارغ از درس بودن به کتابخانه مکتب می‌رود و دقیقه‌های خالگی‌اش را در آنجا سپری می‌کند و مواد لازمه خود را پیدا کرده مطالعه می نماید. در اول میتونم بگویم که من وقتی خالی آنقدر ندارم، زیرا که تمام
روزی من از روی برنامه پیش می رود و اگر هر بگاه برای خودم جنبستی روز می کنم، ولی وقتی خالی خود را باشد من برای کارهای بیهوده صرف نمی کنم. کوشش می کنم که به یگان کاری فایده‌ناک، مثلا به خواندن یگان کتاب یا یگان مسئله متماتیکی یا یگان چیز دیگر و مانند اینها حل کردن، یا اگر کمی خسته باشم تماشا کردن فیلم های علمی که آنها نیز باعث رشد شخص می شوند وقتم رو بگذارم. خواننده مؤسسه تعلیمی خصوصی لیسه راهنما بنیاد با دیپلم ШохЧоиза و مکافات پولی آن در حجم 20,000 سومانی و افتخارنامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده می شود. مرحمت. وقتی که ما در دور شهری اشتراک کردیم حتی باوری هم نداشتم که من امکان دارد که در این آزمون غلبه کنم و در همان وقت رو گفتند که فردا نتیجه های این آزمون معین می شود و وقتی که فردا ما به آنجا رفتیم و اعلام کردند که من ШохЧоизаи دور شهری را به دست آوردم، بسیار یک احساساتی مرا فرا گرفت که تصور کردنش امکان ندارد و من خودم هم شخصا بسیار شاد شدم و میتونم گویم که تا قدر حیرت زده هم بودم، زیرا که حتی انتظار هم نداشتم که من امکان دارد اقلا یگان جای این آزمون را به دست آورم. نزدیکانش بنیاد را بچه کنجکاو، زیرک، دانا و با استعداد می‌حسابند. آنها میگویند لحظه بیکار بودن او را نمی‌بینیم. بنیاد از روی نظامنامه آزمون کار میکرد. همین بود که زحمت‌های کشیده اش ثمر آورد و او غالب آزمون فروغ صبح دانایی شد، گفتند پیوندانش. بنیاد طبیعتاً بسیار انسانی جویا و کنجکاو می باشد و در محیط عائلوی هم وقتی که ما برای این آزمون آماده می دیدیم از همه فعالیت خوبتر را نشان می داد و من فکر می کنم که همین مسئولیت شناسی او و همین کنجکاوی او باعث گشت که او در آزمون مذکور با تمام قوه اشتراک نماید و غالبیت را به دست آورد. اعضای کمیسیا از 4 نامیناسیا به بنیاد بهای بلند دادند و او را غالب آزمون فروغ صبح دانایی دانستند. وقتی که آنها در آخر گفتند که ШохЧоизаи این آزمون و بنیاد راهنما نصیب گشت، من خودم هم نمیدونم چه خیلی گویم که تماما خودم رو دیگر خیلی حس کردم و اون وقت هم حیرت زده بودم، هم هیجان مرا زیر کرده بود و هم از شادی نمیتونستم که تبسم خود را پنهان کنم و همین خیلی من صاحب ШохЧоиза گشتم. بنیاد برای نائل شدن با عنوان پر افتخار دانشجو سعی و تلاش دارد. میخواهد با داخل شدن با دانشگاه عالی با آرزوهای خود جامعه عمل پوشاند. ما در این راهگذر به این جوان تشنه علم و دانش موفقیت خواهانیم. رشد معنویات و سه گرداندن کشفیات بازیافته خاص ما انسان ها است. در سرد این همه اخلاق نیک و رفتار حمیده جایگزین است. وقتی با برنامه ما جدا شده در اینجا به اتمام میرسد. تنها به شما تا برنامه دیگر خیر میگوییم. سالم و سربلند بمانید.